آقا بذار من قربون شما بشم. عرض ادب، خیلی مخلصم، حاجیم، سگتون، داگ اصلیتون. یعنی شما میرین تو یوتیوب میگی میخوام داگ ببینم، مثلا خانواده میگه میخوای اوقات فراغت رو چیکار کنی، میگی میخوام برم داگ ببینم. سگتونم، خیلی مخلصم. موقعی جان ارادت کنه بچه. سلام و عرض ادب از درز جلو. بچه من بنده موقعی وایتی هستم. یه نیازی به معرفی نیستی، برید بابا، برید جمع کن. فکر نذاشتم سلام وایتی جلو اسمش، موقعی جان سر وایتی. باری کلا بد عزیزم. آی موقعی وایتی. واه یا حسین. آقا گفتیم این ویدیو چیکار کنیم خوش بگذره. بکش بالا. گفتم حرف درستی نبود، این حرف دهنتو نبود. گفتم بذار یه هارت پوینت بگیرم. سرچ دیگه یه مقدار مالی صحبت خزه جدا باشین. حالا خودمون اصلا سرچ پلیریم و خیلی مثل نوبا من کمپ و کلا خاطره. خسته شدم، یکی بیاد منو ماساژ. اگه میشه یکی بیاد فقط به من حال بده، دورش بگرد. آقا حالا ویدیو رو چجوری بگیریم؟ اومدم لودت شماره 10 رو چیکار کردم، مثل چاکال چیدم. حالا اگه نمیشناسید، یارو یه پلیر خیلی خفن و درجه یک در حتی چاقاله، تاپ های دنیاست و سرور آمریکا جزو آدم بهترین چاقالی. است. درسته. سعی کن چاقال نباش ولی چاقال آمریکا باش. خودش بیاد اینو بکن. تو خودت مال آمریکا رو بخور به نظر. آقا لودت هم یه دونه کیارم چیدن، خاصی حتی چیز رو بردارین. لوکاس هم که یا حالا گان اسنایپ اول یا اسنایپ دوم سیزن دیگه، حالا اینم بهترین لودش. من یه چی بگم این وسط. نه شما لال شاید. آقا یا حسین فایر رنج آقا I love you. فایر I love you فایر. نه داداش بزرگ میشی، تو بزرگ میشی پرواز کنم با داداش. ای کاش بمیری الهی، ای کاش شما بمیری. دنگم بالا. داداش من خودم دارم این اولی، میزنم. دومی، این سومی. نیدا نگاه بچه آموزش نید اسپات نمیخواد برادر دالت ندارید که وان کیل. بس حاجی وان خیلی دوره. دیدی چی بچه رو بذار اینجاش قطع کنم. خیلی دوره. او مای کلامو بگو گاد. حاجی. چی بگم؟ حاجی یه کلام، داده شدم. چی؟ یه سخنی بگو. سلام. حاله سخن از این پدر داداش در بچه رو نمی‌ذارم درست بزنم. کن. جون چش صدام عشقم. الان عالیه، نمیدونم چی کار میکنی مثل خودت داش خراب میشه. دستم میره جلو میکروفون میگه میخوام شات بزنم. برای سسکی مسکی اینستا از این. دستت نره دیگه بله میگم. اگه دوست داری مثل من میس بدین عدد 12 عدد 13 هم راه داره. حالا شما اگه دوست دارید منو تو کامنت ها مورد تجاوز قرار بدید ندید برو. ما گناه داریم. بابا هر چی دادم دمت شد. آموزش خط گرفتن با حساب اگه خواستی براتون بذارم عدد 12. بابا عدد اینم 14 دمت رو هم. خواهد. اوه آموزش خط گرفتن با اسنایپ هر چی عدد میدم دمج میشه 303. بیاموز. ببخشید داداش بی ادبی تو ویدیو من نداشت. به خدا من فکر کردم تو ویدیو خودم. داداش ویدیو خودم نداشت. افت کلام ندارم ببخشید. خاک تو سر شما. داداش یارمون نزدش. یارمون چه قویه. آقا MVP که بودم من. MVP که بودم ما. آقا بخورش دیگه. چی ها بخوره از داداش نمیره هدشات آموزش نمیره موومنت. ایبون. یا حسین میای اینجا تو میای تو داداش شاد نخورد دستم نزد. دادم شاید ایزانش کردی. داداش عوض قوی تو صدا سکته را میدی شما اینجا تو ایده من یه او مای گاد نیدم. یا حسین او مای گاد شادم نخورد. او مای گاد داتی میگوی یه شادم یه مونگاده دیدم. بچه یه آهنگی من وای خونده داداش بودم ابک زد. قبلا. کلاس رو زدم ولی ابک زدم. I love you. یه آهنگی بود میگفت چی میگو؟ داداش نمیخوره شد آموزه. داداش بالا آهنی هم میشه بزنی تا من دارم میرم تو. او مای گاد اینجا هم که خط گرفته. داداش یادم HP1 HP1
داداش هارد مود یه مقدار سنگینه برای ویدیو گرفتن، نمیشه فانش کردی. نگه ویدیو قبل خیلی سنگین. داداش هیپ فایر یا هم حسین حاجی می‌دم. بیاد بیرون دادم. داداش خیلی میس میدم، خیلی ایمم قویه. اینجا رو کات کن، اینجا رو کات کن، اینجا رو کات کن. اینجا چه اتاک کات کن، اینجا رو اصلا عادت میگی. بابا داداش شاید هم خط باید. نگی. جایدن هم غیر راست خرج که می‌زنی. چیا نباید بگیرم. آموزش مووین نگاهی عدد 12 کامنت کنید بعدتون نمیزنم مووین تو. اوه من مای خیلی گاد. آدم بدیم. من خیلی خیلی تو هم. من خیلی ایمم قویه. آدم لایک دارم یه خورده بی نمیشه. شرفی. من سگ شما هم هستم حالا تو این دیگه. مکبوب همه. من امام همم. بابا بمیر دیگه. او مای گاد، او مای گاد، او مای گاد، بچا، او مای گاد. Come on. اینجا. اینم بگیرید شما. بابا همه جا هستن بینا بود. داداش نمو زدم. خب چه یه لحظه کرکتر من گفت I love you. یه لحظه کرکتر من گفت I love you. بچه لودات همتون گذاشتم دیگه، برین تا آخر اس کنید، اس کنید. به خدا عطور دارم با بی ام پی جون میزنم. شاعرانه دارم بزنی شما. I'm Ferguson I'm a Italian no داداش شما اگه نمیخواستی اسم راسم بزنی. او مای گاد داداش اینا ولکن ما نیست، نمیدونم چی گویو بخورم. یا علی داداش بابا داداش اصلا نمیدونم کجا دارم میجنگم. یه صد و باز بردی اونم بخاطر با دمیج ای یا داداش حسین اومد یارمون ازش من راه برم داداش نه نگیدم. دوستان کیلای من دوستان چی را کیلای تو ببینم از نظر خودت. داداش او خیلی باز ایمان ضعیف دمیج شده. ای ام وی پی ندم بهش. ای خدا هی چیکار می‌بینی. کنم حاجی بابا داداش نمیذاره من برسم. تایمینگ های بعید دارم آخر راندی مقایم. هدشات بعدی کجاست؟ وای یارو ام وی پی ازم گرفت. یارو بینامو که میگه وایکم. داداش دارم میرینم موقعی ام وی پی ازم نگیره. موقع ام وی پی نگیره. موقع ام وی پی نگیره. داداش ام وی پی ازم وای ام وی پی گرفت. موقع نزن ام وی پی بگیره. موقع نزن ام وی پی بگیره. موقع نزن ام وی پی بگیره. نزن احمق تو نزن کیلو. من نزنم؟ وای داداش ام وی پی ازم گرفت. آخه کیلش تو بیشتره بعد بگیره این ای داداش حیف شد. تا آخر حق راند اونه. ما چیزام بیشتره. حق منه. حقت منه حق منه اینجا. Targets in sight. Heads up. Enemy wraps deployed. حق میگیرن ولی داداش نناش بس ام وی پی گرفتی من سری برم سری برو بگیر خود برو بگیر وایس آره واه اچھا آموزش ام وی پی گرفتن در آقا شاتر دریابی شما شاتر دریابی شما سرکار رو نگاه کنید شاتر دریابی شما شاتر Just another day. Good job. آقا چقدر لذت بردین از ویدیو؟ شما خودتون عدد اگر از ویدیو لذت بردین من عدد چه چند بگم؟ تا کامنت کنن. داداش شما بگو عدد چند تا کامنت دوستان کنن. اگه من بمیرم شما ناراحت میشین بنده از طرف بچه‌ها میگم خیلی ناراحت نمیشیم، خوشحالم میشیم. ممنونم از تمامی دستن در کارها. بچه اگه دختر داره ویدیو ما رو ببینه بنده سینگلم،
خیلی خوشحال میشم که بیاد لپ بنده رو بوس کنه. درست یا نه؟ بند قیافم شبیه چیزه، کیلیان مورفیه. اگه میخوای من شما رو میذارم تو کامنت. علی دایی وقتی میگفت کیلیان مورفی میگفت چی؟ میگفت کیریان مورفی. ببخشید اینا خیلی کیریه. بله بچه ها لطفا آقا، استاپ کنید بچه ها. بچه ما یتیم اگه میشه ما رو آقا بگین هارتمان دوست دارین یا سیتن دیستوی. اگه میخواین گانم براتون بزنم عدد 3000 رو کامنت کنین. چرا؟ چون بنده دارم ژیروزگو پلیر میشم. بهتون نشون بدم اینجا اگه دوست دارید یه هکر حسین. بیارم، دوست دارید یه هکر بیارم اکانت یوتیوب حاجی رو هک کنه، هکر رو کامنت کنید که چیتر بیارم. بعد یه دونه پرو پلیر رو نوب میاریم. ممنونم از پادرکارها. آچا ناموسن خیلی سعیتون رو بذاری حمایت کنید. لایک مایک کنید. قیافس. بذار من یه خداحافظی بکنم. تو هم یه خداحافظی کن داشت طرف تو. میگه زمانه همیشه اونجوری که میخوایم پیش نمیره، پس تلاش کن که اونجوری که میخوای بازم پیش نمیره، پس گوه نخورید. خدا. درست. بذار یه جمله سنگینم من بهتون بگم. اونایی که ریاضی رو دوست دارن یا بگو. دوست ندارن مهم نیست، ولی راجع به ریاضیه. میگه داداش سلامتی بگو. ریاضی که تا اثباتش نکرد باورش هم نکرد. ننم جانیش کن بفرست بره. خداحافظ. ای فردا تا